من یک منظره را هیچگاه فراموش نمیکنم. در یک کست ویدیویی که برای خنده ماندن اونم، که یک منظره خنده آور بود و هم مصیبت آور بود، من همون هیچگاه فراموش نمیکنم. وقتی زنی را دیدم حامله‌دار بود، در همون کسیت حامله‌دار بود و همان شکمش آشکارا نمایان بود. یک معرکه هست، بچنان رقص دارد، حامله است، ممکن که همین روزهای نزدیک باید تولد کند، لیکن به نهایت همون معرکه رقص همون آباد گرفته است، رقص دارد. وقتی زنی که در حالت حامله با این عملهای درشت ناخوب وقتی دست میزند، فرزند او چگونه فرزند میشود؟ اگر وای دختر تولد کند، چی بچه تولد میست خودش یک رقاصه است، این چی دیگر؟ وای دیگر یگان فایده نه در اسلام و نه در جامعه نمیاره. اگر زنهای ما و شما در حالت همون فرزندها در شکمشان بدن، پرهیزکار باشند، با نماز باشند، خدا ترس باشند، انشاءالله از اون فرزند ما و شما در آخر یک برکت میابیم. و الا اگر بیراه باشند، غیبتگر باشند، کوچگر باشند، از اون دیگه تو فرزند خوب طلب نکن که زن به منزله زمین است. چگونه ای که همین زراعت ما و شما در زمین میپرتاییم که زمین و یا قوت میدهد، زمین و یا میرویاند، انا زنم به منزله زمین است. салом дӯсто, бисёри шумо аз простатит тақмисӣ мекашиде. марҳамат бародаро, ба шумо тавсия метавонам полноценный курс лечения барои простатит. иншаллоҳ ки ҳам мардонага ба ход мекунад, ҳамчунин желаниям хобагия хуб мекунад, ҳам барои гурда, меъда, қади рӯдаҳо беҳад эффективнай. трилибус масин, 2 дона равғани хилба, 1 та қисал ҳинди, 2 пачка фитосвеча. غیر از این شرکت شفافارما برای شما حجامه بپوز را پیشنهاد می‌نماید. کسانی که در شهر مسکو قرار دارد، هم رفته حجامه کنید، هم داروهای خود را دسترس نمایید. مرحمت. سلام علیکم رحمت الله و برکاته. همه کسی نقدر سوزین. اینا ما از سرحد قزاقستان گشتیم. اینا بچه‌ها چخیر رفت آمدگی خودشون ای آواز خودشون بشنوین. اینا سلام علیکم بچه‌ها. اینا شکر خدای نرفتیم اومدیم. اینا هیچ داکمنت همین یه ماشین قطعی رفته اومدگی. همین یه ماشین خودش میگذرونه، با خودش عبرت نمیگیرن، میبیاید این تلفن‌ها پراور کنه میکنن، یا گم چه پراور کنه میکنن. تنج رفتیم اومدیم. راه دو جوده من کردن، داشت داکمنتوشو ندیدن. ما ماچه خودم معامله کردم. محمود به داکمنت بدیا؟ چند قبل داکمنت واشه نکرده بودم. اینا همین کرد، رفتم اومدم بیس پرابلمه. همین ماشین قطعی داکمنت اینا میگراسیون که پیچت نچت هم آشنا وای. السلام علیکم حضرت دامولا. درباره همین مرده‌شویی هایی که در معرکه ها از کمبودی شخصانی مرده شده سخن میگویند، سیری آنها را آشکار میگویند، چیزی میگفتید؟ یعنی یک برادر از ما درخواست کردند که بعضی مرده‌شوی‌های هست که مرده را میشویند و آن کمبودی هایی که در همون مرده هست در بین مردم آشکارش میکنند که بدن وی این گونه هست، بدن وی این گونه هست. آیا پیغمبر در حق اینها چی گفته است؟ پیغمبر میگوید من غسل میتا فکتم علیه غفر الله له 40 مرة. این حدیث حاکم است. پیغمبر خدا گفتند کدام شخصی که یک برادری مؤمنش را، مسلمانش را میشود، تازه میکند و آن کمبودی هایی که در بدن او میبیند و او را میپوشاند، خداوند 40 بار گشته و برگشته این مرد شوینده را، این غسال مغفرت گناه میکند اگر سیر این برادرش پوشانده بگرداند. در دیگر حدیث میگوید که و من ستر مسلما ستره الله یوم القیامت. این حدیث متفق علیه است. کسی که عیب یک برادر، کمبودی یک برادرش ستر میکند، خداوند کمبودی های این مرد در روز قیامت میپوشاند، در بین محشرگاه شرمندش نمیکند. هست در اصل مرده‌شویی های هستند که در بین مردم تمام کمبودی هایی که اون برادر دارد وی را خبر میدهند. اولا برادرای عزیز، ما و شما باید دائم تیار باشیم. چگونه پیغمبر میگوید استعید للموت قبل نزول الموت. پیش از آنی که مرگ بالای شما میآید، شما دائم آماده مرگ باشین. یعنی دائم کاری کنین که در بدنهای شما هیچ کمبودی نباشد، تا که بعضی از این برادرای ما و شما سیری ما و شما را آشکار نکنند.
و ما و شما را در هم عالم ارواح هم چیکار نکنند، دقت ندهند، غم ندهند. مکن غیبت اگر عقل تمام است. سعدی میگوید این غیبت است. مکن غیبت اگر عقل تمام است، که گفتار تو در غیبت حرام است. اگر عیب تو گردد بر تو ظاهر، به عیب کس کجا پرداز آخر. همون آدمی که سیر یک برادر آشکار میکند، چه از مردشوش باشد، چه از معامله های زندگی ما باشد، چه در همسایه‌داری ما باشد، همون کسانی که وقتی سیر یک برادر آشکار میکنند خودشان به عیب هستند. وقتی اونها را سعدی میگه خودت نظر کن، تو سر به سر تو عیب داری، نقص داری، کمبودی داری، پس عیب یک برادر تا کجا میکاوی؟ کجا یک برادر تا تو شرمنده میکنی؟ حتی در بالای گناه برادر دیدی ویم بنده است، وی بی کمبودی و بی گناه نمیشود، وی آشکار در بین مردم نگو. حاتم اعصم خدا رحمت و مغفرت کند، چه یک اولیای بزرگ بودند که پیش وی میگد مردم بسیار مراجعت می آمدند، هر گونه مشکلات هاشون نزد حضرت می آمدند، بیان میکردند، حضرت با آنها توصیه های نیک میداد. روز میگه یک پیرزن آمدند، یک کمپیر آمدن نزد حاتم اعصم، برای چی کمبودی زندگی داشته است. حضرت وقتی میگوید که نزد حاتم اعصم در آمدن، اعصم گفته عرب ها کر میگویند، این لقب حاتم اعصم امین کری از کجا پیدا شد؟ میگوید وقتی که امین کمپیر که نزد حضرت حاتم در آمدن، وقتی خواستن که میشینن که همین کمپیر بیچاره را بادش میگه بلند برآمد. حاتم میگوید اینو شنید و در حال گویا که نشنیده باشد. این پیرزن بی نهایت خجالت شد، دیگر قدرت نمیکرد که آن مشکلاتی که دارد نزد حاتم بیانش کند. بی نهایت یک مقدار نشستن، حاتم هم خب بود، کمپیرم خب بود. بعد این کمپیر گشته گفتن ای حاتم، گفتن من یک مشکلات دارم نزد شما آمدم. حاتم بینین، آدم مسلمان بینین، برای آنه که همین کمپیر خجالت نشود، سیری وی پوشیده بماند، به سوی همین کمپیر گفت، مادر گفت بلند گپ زن که من کر هستم. بلند گپ زن گفت من کر هستم. میگوید این پیرزن باز بلند گفتند، باز حاتم گشته گفتند، مادر گفتند بخشش زیاد، من بی نهایت کر هستم، بلندتر گپ زنید. این کمپیر میگه در دل خود شاد شد که این عمل مرا این حاتم نشنید و خجالتش از بدنش گم شد. میگه همین حاتم بعد این کمپیر رو از خانه جواب دادن، این کمپیر 15 سال دیگر حیات دید. 15 سال حضرت حاتم در بیرون کوچه حتی که کر میگشت و تمام مردم و یک کر میگفتند. وقتی این کمپیر از دنیا گذشت، باز حضرت حاتم میگه اصل اوله خود باز همون با مردم معامله کردند و همان گوشش نوای خود باز در بین مردم آشکار کردند. این از حق برادری. شر نیست که هیچ آدم به کمبودی نیست، یگانه به نقص و به کمبودی همون ذات پاک است. همه شما گناهکار هستید. باور کنین اولادهاتون اگر ورق زنند چه کمبودی ها در اولادهای شما هست. شر نیست دختری فلانی این تکرد، زنی فلانی این تکرد، بچه فلانی این تکرد، اینا عیب است، شرمنده میشین. این زبان خدا برای این نداده است که عیب یک برادر را آشکار کنی، عیب یک برادر را تو بجویی. این زبان برای این نآمده است. بی نهایت شرمندگی هست. السلام علیکم داملای محترم. سوال من این است، بعضی از کسان در نماز با جامه و ریششان و انگشتانشان بازی میکنند، این چه حکم دارد؟ در اصل نماز این ستون دین است. نماز عبادتی هست که مسلمان را از کافر جدا میکند. یگانه عبادتی هست که بنده با خدای خود راز میگوید. باید که در حالت نماز ما و شما هیچ حرکت ها نداشته باشیم، به هیچ طرف نگاه نکنیم،
نه به انگوشمان، نه به ریشمان، نه به جاممان باید که بازی نکنیم. دستهای ما و شما زیر ناف بسته، چشمهای ما و شما فقط به سجدگاه باید نظر کند، نه به هر جانب دیگر. این نماز است. پیغمبر میگوید ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. شما خدا را چنان عبادت کنید که گویا که خداوند نزد شماست و شما را نظارت دارد. این چنین خدا را عبادت کنید. تصور کن که خداوند نزد تو و تو را نگاه دارد، انا همین خیل عبادت کن. میگوید روز پیغمبری خدا نگاه کردن که یک توده مردم با ریشهای خود بازی میکردند. چی گفتند؟ گفتند لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه. اگر دل همین بنده ترسننده به سوی خدا میشد، هر آینه این به بدن خود بازی نمیکرد. باید تمام اعضاهای ما از خدا بترسد در حالتی که ما در نماز راست میستیم. حاتم اصم باز میخواهم یک قصهش یادم آمد. همین حاتم اصم وقتی میپرسن که تو وقتی در نماز میخواهی که نماز خوانی چگونه نماز میخواندی؟ میگو وقتی نماز میشد من طهارت میکردم و در بالای جای نماز می آمدم، یک مدت می نشستم که تمام اعضای من آرام گیرد. وقتی اعضای من آرام می گرفت راست می شدم و تصور می کردم که قبله در پیش من است و خود را تصور می کردم که در بالای پول صراط ایستادگی هستم و چنان تصور می کردم که در طرف راست من جنت است و در طرف چپ من دوزخ است و چنان تصور می کردم که حضرت عزرائیل در پس پشت من ایستادگی است و گمان می کردم که همین نمازی که الحال من می خوانم آخران نماز من هست. شاید که من به نماز عصر نرسم، شاید من به نماز شام نرسم. این تصور نگاه در خیال من می گذشت. و دیگر چیزی که مرا می ترسانید این بود که آیا این نماز من نزد خدا قبول شد یا نشد. حاتم اصم می گفتن این گونه من نماز می خواندم. البته ما و شما باید پیرو حاتم اصم باشیم، باید پیرو دوستان خدا باشیم، باید پیرو ابوبکر باشیم. ابوبکر میگه در نماز میدیدی گویا که یک چویی که در زمین خلاندگی است که حرکت ندارد، مثل همون نماز میخواند. حضرت علی میگوید وقتی نماز خوانی می آمد گویا که همین یک جریان الکتریکی زده باشد، میلرزید. میگفت من نزد خالق میستم، نزد ذاتی میستم که اگر در یک میجه زدن دنیا را چپه میکند، نزد او ایستادگی هستم، نزد ذاتی هستم که وای ذات گفتگی هست که این عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملناها ویشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. من نزد آن ذاتی هستم که همین نماز خداوند کوهها را پیشنهاد کرد، آسمانها را پیشنهاد کرد، بحرها را پیشنهاد کرد که همین نماز قبول میکنین یا نه. کوها میگوید حضرت علی با این بزرگی ترسیدن، گفتن ما نماز قبول نمیکنیم. و حملها الانسان، نماز انسان قبول کرد. پیشنهاد آدم کردن نماز قبول میکنی؟ گفت بله قبول کردن. وقتی که کوها با این بزرگی که طاقت نماز نداشتن، پس وقتی من نماز خوانم چگونه حرکتی در نماز کنم؟ انا همچنان باید که ما و شما نماز داشته باشیم. خدا رحمت کند صوفی الله را، همین عبادت های ما و شما را دیده میگوید که دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. دل جدا زبان جدا باشد. در زبان تو نماز خوانده ایستاده ای، لیکن دل این نماز تو را تصدیق ندارد، دل تو در دیگر جا هست. دل جدا زبان جدا باشد، این کجا طاعت خدا باشد. جسم در خانقاه و دل در سیر، این چنین بندگی چی خط و چی خبر. جسم در خانقاه است، جسم ما در بالای جای نماز است، لیکن دلمان در سیر است. این چگونه عبادت است؟ میگوید دست در صبح زبان در یاد، این چنین بندگی. دست در صبح زبان در یاد،
دل در آرزوی دنیوی فریاد. در دست ما تسبیح داریم، سبحان الله سبحان الله میگیم، لیکن دل ما فقط محبت و میلش به سوی دنیاست میگه. ظاهر خود حرقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. بیرون تو میگوید اگر نظر کنیم تمام لباس اسلامی در بر تو هست، لیکن در درون مکر و فریبی ها وجود دارد. در آخر حضرت غضبناک شدن، گفتند این چی طاعت چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. اگر همچنان تو خدا را عبادت کنی، همچنان بے پروایانه عبادت کنی، از این گونه عبادت مردن تواری بنده بهتر است. السلام علیکم اکای داملا. در قبرستان ها بالای قبرها عمارت ها شده ایستاده است. آیا این درست است یا نه؟ در اصل امروز باز چه یک بدعت، چه یک بدبختی بالای ما و شما آمده است که بالای قبرها را چی بناهای زیبایی می سازیم، حالان که رسول اکرم نهی فرمودند ان یقعد علی القبر و یقصص ان یبنى علیه. پیغمبر خدا میگوید که من نهی میکنم، شما را باز میدارم اینکه در بالای قبر ننشینید. یعنی وقتی شما قبرستان رفتین بالای قبر یک برادر ننشینید. و دوم اینکه در بالاهای قبر شما عمارت بنا نکنید. در حدیث دیگر میگوید پیغمبر نه عن ان یکتب علی القبر شیء، شما را من میکنم که در بالای قبر چیزی ننویسانید، مکتوب نکنید. اینها نهی از پیغمبر ما و شماست. قبرهای ما و شما باید عادی باشند. بالای قبرها به نهایت خوب می شود که شما یک درخت شینانید و یا آب دهید تا وقتی که وی سبز است. وی در حق مرده های شما اگر بعضی بچه های داشته باشند که تبارک خان نباشند، یاسین خان نباشند، از همین خیل فرزند همون درخت بهتر است که در حق هم پدر مادر وی تسبیح میگوید. این عمارت ها را بالای قبرها نکنید. بعضی ها باور کن وقتی در قبرستان جای عبرت است و جای شهر نیست. باید انسان عبرت گیرد که امروز برادر من آمد، فردا من اینجا چکار میکنم، مکان میگیرم. بالای و اسراف است. اسراف در مسئله ها میگوید که اگر قبرکن ببینین اسلام مبادایی که اگر در وقتی گراندن مرده خواه کرته خدا، خواه ساعتی خدا، خواه بیلی خدا، یعنی چیزی از اشیای دنیایی که با وی آدم محتاج است اگر فراموش کند، در اسلام کندن قبر دوباره اجازت نیست، لیکن برای آنه که یعنی اشیایی که مردم به او احتیاج دارد وی در اونجا پوسیده و ویران نشود، دوباره کندن قبر اجازت است تا که وی در داخل همین قبر اسراف نشود و ویران نشود. بین در قبر حتی در لحد خیشت پخته را ماندن مکروه است. میگوید برای به خیشت پخته مردم زنده احتیاج دارند. یا تخته نگذارید، میگد فقط همان توده خاک لایه که هست با همونها شما دهان لحد محکم کنید تا که همون اشیای مالی که ما با او احتیاج داریم در داخل قبر اونها اسراف نشوند، نابود نشوند. به نهایت خوب می شود همون پولی که شما در بالای قبر صرف میکنید فقیرها و مسکینها را دین در حق پدر مادرتون دعا کنید. صوفی حضرت مولوی جنونی میگوید اگر گورت همه نقش و نگار است، اگر در بالای گور قصر کنی، گنبدها بریمانی، فانتنها کنی، اگر گورت همه نقش و نگار است، چی سود پور در لحدگر اژدهار است؟ چی فایده دارد وقتی داخل قبر اژدهار داشته باشد؟ بیرون قبر فسان نکنین، بزیب نکنین، داخل قبر زیبا کنین. کاری کنین که در دنیا شما عملهای بهتری نکنین، این نقش نگار داخله افضل تر است. حضرت میگن مشو در مذهب ظاهر پرستان، با باطن کوش بشنو پند مستان. ظاهر پرست نشو،
فقط باطن میگه پاکیزه کن، داخل زیبا کن. سوال های زیاد ماند، همین آخران سوال میخوانیم انشاءالله دعا میکنیم. السلام علیکم حاجی میرزا اکای داملا، یک گروه از زنان پیدا شدند که با پول در بالای مرده گریه و ماتم تشکیل میکنند. آیا این چه حکم دارد؟ در اصل من به نزدیکی در یک رایان بودم، اونجا یک دو سه زنک پیدا شده است بالای مرده ها دا آمدن نوحگری میکردن، بعد اونها را پول میدادن. مثال میگن که من 20 سامانی دا مرده تو را خوب میگذرانم، میآید در بالای مرده ما و شما، بعد به نهایت نوحه خوب میکشیدن، شعرخوانی میکردن. باور کنین اینم یک مصیبت است. حالا که وقتی که همین پدر شما، مادر شما، برادر شما وقتی میبینین که در حالت نزع جان است، پیغمبر توصیه کردن برای ما و شما این بدبختا چی لازم است؟ سخن پیغمبر پیش است، میگه لکنوا موتاکم لا اله الا الله. وقتی اونها را شما در حالت خیلی اضطراب میبینید، حالتی که الحال جان وی دنیا را پدرود میکند، فقط در نزد او لا اله الا الله لا اله الا الله گویید، فقط این در نزد مرده هاتان خوانید. وقتی وی از دنیا گذشت، من چند حدیث بهر شما میخوانم. پیغمبر گفتند من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. وقتی که اگر کدام شخصی که آخران کلمش لا اله الا الله باشد، وی وارد جنت می شود. خوش به حال هم برادرایی که در دنیا زبانشون به کلمه لا اله الا الله آموخته میکنند، در حالت جان کندن دیگر اوف نمیگویند، بلکه چی میگویند؟ الله 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 لا اله الا الله. این سخنها را در حالت سکرات موت آن بنده تکرار میکنه که در دنیا اگر زبانش با این کلمه آموخته باشد. حضرت مولوی میگوید به هر حرفی کند عادت زبانت، به وقتی مرگ آید در دهانت. هر چیزی که اگر تو در حالت زندگی اگر در زبانت آموخت کرده باشی، انا همان در حالت جانکنی بر دهان تو می آید. خوش به حال همون زبان، خوش به حال همون دهانی که لا اله الا الله دارد، در حالت سکرات موت هم همین چی کار میکند؟ به زبان شما می آید. وقتی که میگوید سعد ابن عباده از دنیا گذشتند، رسول اکرم با همراهی سه اصحاب عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، عبدالله ابن مسعود نزد سعد ابن عباده آمدند. وقتی دیدند که حضرت سعد از دنیا گذشتند، پیغمبر خدا گریه کردند، همه صحابه ها گریه کردند. وقتی همه که در گریه شد، پیغمبر گفتند الا تسمعون، آیا شما نشنیدین؟ این العین تدمع والقلب یحزن. چشمها گفت آب می پرتایند، دلها گفت غمگین می شوند، ولکن یعذب بهذا او یرحم و اشار الی لسانه. پیغمبر خدا گفتند با آب چشم، با رحم دل خدا شما را عذاب نمی کند، لیکن عذاب بکند خدا شما را با این و اشار الی لسان. اشاره به سوی زبانشان کردن، گفتن اگر با این زبان شما چیزی بگویید، انا اینجا شما گناهکار میشوید. با گریه کردن شما گناهکار نمیشوید، با رحم خوردن، ضیق شدن، غمگین شدن شما ثواب میگیرید. لیکن وقتی نوحگر تشکیل میکنید، وقتی این گونه توده زنها را میارید و بالای مرده های شما را آباد میگیرد، به خدا قسم خودتان مثل حیوان میمرید و مرده های شما در عذاب هستند، زیرا شما تجاوزی در امر خدا، تجاوزی در امر پیغمبر کرده ایستادید. پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید المیت یعذب فی قبر بما نیح علی. مرده های شما در قبر عذاب میکشند با نوحه‌ای که شما در دنیا داشتید. همین نوحه و داد و فریاده که ای پدر رفتی، ما چی کار میکنیم؟ ما دیگر چگونه زندگی کنیم؟ حالی ما چی میشود؟ وقتی اینها را شما به زبان میگویید، همین مرده شما، همین پدر شما در عذاب گرفتار میشه. پدرای عزیز، برادرای مهربان، خوش به حالتان که نصیحت کنین که در بالای سر من گریه نکنید. یعنی گریه کنن فرزند شما جایز، لیکن داد و فریاد نگن. زیرا که ای فرزند من نصیحت کنید، از من دیده بهترها گذشتند.
از من دیده عزیزان خدا گذشتند. من کی هستم؟ خدا را امرش از کل نفس ذائقة الموت، همه شما مرنده هستید، از مرگ کسی گریز ندارد. لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بالدعوى الجاهلیه. پیغمبر گفت اصلا امتی من نیست کسی که در حالت مرده چهرهش میخراشد، پیشی برش میکند و دعا بالدعوى الجاهلیه، داد فریاد میزند مثل که پیش از اسلام برای مرده هاشون گریه میکردن. اینها گفت از من نیستند، یعنی این نوحگرها امت پیغمبر نیستند. اینها را شما در خانه راه نتین که همه شما گناهگار میشوین. و اگر این چنین زنها باشند، اگر صدای مرا شنوند، من برای اونها یک حدیث آخر تلاوت میکنم که خاص ان همین توده زنهاست. پیغمبر چی میگوید؟ النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامة و علیها سربال من قطران و درع من جریب. اگر نوحگرهایی که از دنیا گذرند و توبه نکنند، روز قیامت خداوند این نوحگرها را راست میکند، در بدن اینها یک لباس سربال من قطران، یعنی همون لباس هایی که مثل بگیم سینتتیک امروزه که تیز در میگیرد، انا همین خیل لباس ها را در دوزخ خدا برای این نوحگرها آماده کرده است. همین لباس در بدنشان میپوشانند و اینها را در دوزخ میپرتند که با مجرد پرتافتن لباس جسد در حال میسوزد. چه عذابی وزنی دارند اگر توبه نکرده از دنیا گذرند. برای همین جوانای عزیز، این مصیبت ها امروز بالای ما و شما آمده ایستاده است، پیش راه اینها را شما گیرین. این وظیفه هر کدام شما است. وقتی اگر زنی شما میگوید که یک چند نوحگر آمده است، اونها را شما در خانه راه ندهید. اگر کسی برای اونها طعام آماده کند، اونها هم در خوردن اونها گناهگار هستند. کسی سم میدهد، در هر سامانش 1000 سال در آتش دوزخ میسوزی. او یک سامان یک بیچاره را در حق پدر مادر دعا کند. نوحه و شیطانی است، دروغ است. چرا نوحه میکند؟ برای پدر مادر فرزند دلش میسوزد، او بیگانه برای چی میسوزد؟ وای پول کار کنی آمده است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان این برادرهایی که بهر ما مکتوب ها ارسال کردند و الحال جواب آنها را شنیدند،